الله تعالی چی هر یک نبی به دعای چی داد یعنی مستجاب داد که یعنی وعده داد که دعا چی یک دعا قبول میشه. فهمیدید؟ این دعا حتما قبول میشه. یعنی هم به رسول صلی الله علیه و آله و سلم چی میگفت؟ یعنی نم هم به یعنی دعاش هر یک نبی دعاش این همین دعایی که الله قبول میکنه دنیونده شتاب کرده یعنی چیکار کرد یعنی صرف کرد دعونده دعاش کرد یعنی دنیونده دعای صرف کرد. نعم هم بیانه چی مثلا نعم هم یعنی بیاه مثلا نوح علیه السلام نعم قومش به دعا کرد رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا یعنی کافرای نیست که گفت بالای زمین انگیه قطعنده چی شد الله تعالی چی کرد قبول کرد چی شد یعنی زمین غرق شد یعنی فقط اهل توحید بون دیگرها چی شدن یعنی همه چی شدن یعنی غرق شدن. كذلك موسى عليه الصلاة والسلام حق به فرعون دعا کرد گفت ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم. دعا کرد یعنی چی الله سبحانه و تعالی خداش مولاش نیست کند. نعم و هارون علیه السلام چی میکند دعای به آمین میگوید و الله سبحانه نتیجه چی گفت یعنی قال قد اجیبت دعوتكما یعنی موسی کان یدعو و هارون کان یؤمن. نعم موسی دعا میکرد و هارون آمین میگفت و الله تعالی دعاش چی کرد قبول کرد. حقیقتا فرعون شد غرق شد چی شد یعنی نیست و نابود شد یعنی نعم نیست و نابود شد. انا خیلی مثلا چی میشد یعنی انا خیلی انبیاها یعنی دعاشون چیکار کردن یعنی دنیونده صرف کردن الا نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت الا چی کرد یعنی رسول صلی الله علیه و آله و سلم میگه و انی اختبأت دعوت شفاعت لامتی الی یوم القیامه من میگفت رسول صلی الله علیه و سلم شفاعتم چی کردم روز کردم یعنی صرف نکردم دنیونده دعام چی یعنی ضد امتم صرف نکردم گرفته موندم تا که این دعا محمد چی شود یعنی برای امتم روز قیامت چی شود شفاعت شود گفته گرفته موندم. همین بر رسول صلی الله علیه و آله و سلم یعنی چی باید هم به نام سوره توبه آخرشان چی میگه رب العالمین لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحیم یعنی رسول صلی الله علیه و سلم حریص رؤوف رحیم یعنی برای رحمتا للعالمین اومد رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی چی میگه الله سبحانه و تعالی نه فقط برای مؤمنان بلکه تمام عالم آب و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تمام عالم به تمام دنیا به تمام اینس جن به رحمت شده اومد یعنی رحمت شده اومد برای نجات بشریه نجات انسانیت و جن اومد یعنی رسول صلی الله علیه و سلم همین خیلی نه برای نجات اومد یعنی برای نیست کردن و نابود کردن نه برای چی اومد یعنی برای چی نجات دادن به اومد یعنی مقصد رسول صلی الله علیه و سلم تو که همه چی شود یعنی جنت بدرات مقصدش همین بود علیه الصلاه و السلام. هم به وقتی که طایف میرفت طایف اهل چی گفتن یعنی تمام کودکای زنها بر اومده یعنی به سنگ و به پای افضلات زده یعنی همین خدا خور کرده رسول صلی الله علیه و سلم یعنی رسول صلی الله علیه و سلم میرد چه خون اثر روی ششته حتی که اهوشش رفت علیه الصلاه و السلام وقتی که روشش میاد جبرائیل میاد میگه که اینم ملائکه چی گفت یعنی فرشته کو یعنی طایف برفته باشد طایف بیجونده مابین کو هنده یعنی دو طرف مثلا چوای چهار طرف طایف کو یعنی ملائکه که یعنی فرشته ای که الله تعالی و چی وظیفه کوه داشتن دادگی اومده تو به سلام داد استاده تو میپرسد که اگر تو خواسته یعنی کوه بالای اهل طایف میافتونه لیکن نام رؤوف الرحیم نام رؤوف الرحیم حریص علیه الصلاه و السلام چه گفت نگفت اگر از اینها امید نباشد شاید که از فرزند اینها یعنی از اصلا باشون یعنی شاید که یعنی اینها چی هاشون یعنی یعنی ذریاتشون یعنی فرزندای اینا شاید که چی میبیاد که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه آدمو پیدا میشه یعنی نه یعنی این چی بود یعنی رأفت و رحمت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بود یعنی نه هم بیان نعم یعنی همین بیان رسول صلی الله علیه و آله و سلم یعنی چی میخواهد یعنی میخواهد که آدما چه نجات یابند و همه چی شود یعنی جنت رود همه چی شود یعنی جنت رود یعنی یعنی اما مثلا نتیستر کشته جهنم بفرستوندن نه کجا این عقیده یاد گرفته مردم یعنی نام رسول صلی الله علیه و سلم میخواهد که چی شود یعنی همه جنت برود همین به رسول صلی الله علیه و سلم هم به سعی و کوشش حرص یعنی سعیش چی بود یعنی همین بود. نعم
همین به وقتی که یعنی نام وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم مکه به غالب شده، مکه به غلبه کرده، مکه به در اومدن، یعنی ها اکو چه کیا آوردن نزدش به وحشی یعنی ها کیا کشته بود؟ سید شهدایه حمزه رضی الله تعالی عنه. یعنی این کشتن نه، یعنی این چی بود؟ یعنی این ناگهان کشتن، یعنی این چیز، یعنی چیکار کرد به حمزه؟ یعنی و رسول صلی الله علیه و سلم چیکار میکرد وحشی کن وقتی که وحشی آوردن، یعنی همه میدونن که وحشی چیکار میکنن، آدم میکشن. لیکن وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم دونست که وحشی نام اسلام قبول کرد، چی گفت رسول صلی الله علیه و سلم؟ دعوه گفت، فانه گفت لاسلام واحد خیر من قتل 1000 کافر. یک کافر مسلمان اسلام قبول کردنش بهتر از 1000 کافر کشتن. 1000 چه کشتن؟ یعنی اهل مکه بین چقدر یعنی 13 سال مکه انده و 8 سال مدینه انده، یعنی 21 سال رسول صلی الله علیه وسلم یعنی چقدر یعنی چه دادن؟ عذاب دادن، مسخره میکنن، عذاب، ظلم، یعنی صحابه های کشتن، یعنی زدن، کوفتن 21 سال. یعنی آدم چی انتظارن وای ها؟ یعنی کدوم آدم چی انتظارن؟ یعنی انتقام وقتی چی اومد؟ قصاص وقتی جزا اومده کو، وقتی کشتن و نسکارن اومد. لیکن رسول صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ یگان کسا چی انتقام نگرفت، گفت که اذهبوا و انتم طلقا، روید همه شما آزادید. یعنی حتی قریشی ها میدونستن، رسول صلی الله علیه و سلم که یعنی شما چی فکر میکنید که من شما چیکار میکنم امروز؟ میدونن که یعنی چای این نبی رحمه، نبی رعفه، نبی مثلا چه رحمت و رعفه، مباشرتا گفتن که اخون کریم ابن اخین کریم، برادر کریم، بخشنده، فرزند بخشنده. میدونن دین اسلام میدونن که دیننده چای خیلی کشتن و زدن و چینه، یعنی چای بخشیدن، عفو کردن، رحمت، همین چیز دین اسلام. اما که امروز که مثلا خیلی نشون میدن که یعنی این به سبب بعض همین یعنی چی، بعض بدبخت همین چیای اهل کلاب، یعنی سگای جهنم، خوارجا، همین یعنی چیای خوارج، کلاب، سگ یعنی جهنم، یعنی اینا همین سببش که یعنی اسلام این خیلی مثلا یعنی بد کردن شو. اسلام این چیزا همش بیزار، این خوارجا هیچ خیلی از دورم از نزدیکم هیچ خیلی چی اسلام به علاقه ندارن، نه از نزدیک نه از دور، هیچ خیلی علاقه ندارن که خوارجی امروزه باشد دیروزه باشد، هیچ خیلی یعنی چی علاقش نه اسلام به اینا. نه هم به رسول صلی الله علیه و سلم بلید یعنی چی دنیای آخرت انده، چی غم امت انده، یعنی امت یعنی چی سعادت و خوشبختش فکر میکنه.